سلام، روزتون بخیر. سعیده هستم. امروز میخوام یه کوکی خوشمزه براتون درست کنم. ممنون میشم که من رو با روزمرگیام همراهی کنید. خب دستورش 240 گرم آرد قرنادی داریم، یه قاشق چایخوری پودر کاکائو، نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 50 گرم تخم مرغ، 70 گرم شکلات سفید، 55 گرم شکر قهوه‌ای، 80 گرم شکر سفید، کره 150 گرم، مقداری هم وانیل و به مقدار لازمم رنگ قرمز نیاز داریم. بچه کرمون باید به دمای محیط برسه، قشنگ نرم بشه. خب به این حالت. خب کره که نرم شد با شکر رو بودن 4 دقیقه هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. خب بچه ها همیشه با یادتون باشه که وقتی که کره رو با شکر داره هم میزنید دورگیری حتما باید انجام بدین. توی مراحل هم زدن حداقل 3 بار شما یه دورگیری داشته باشید که بو نگیره. این قشنگ دورگیری میکنیم، دوباره هم میزنیم و یه بار دیگه دورگیری رو انجام میدیم. وقتی که کره‌مون با شکر روشن و حجیم شد، میام تخم مرغ با وانیل رو اینجا بهش اضافه کردم، وانیل رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. خب تو این مرحله میایم رنگ رو اضافه میکنیم. رنگ رو تا جای اضافه میکنیم که خودتون دوست داره، یکی کم رنگ دوست داره، یکی پر رنگ دوست داره، اضافه میکنیم تا نتیجه کار رو بهتون نشون بدم. خب این رنگ تا اینجا من ریختم، ولی کم اینجا تو دوربین به نارنجی میزنه، ولی خب به نارنجی نمیزنه در اصل. بعد میایم مواد پودریمون رو اضافه میکنیم، الک میکنیم، دیگه نیازی به همزن نداریم. وقتی پودرمون رو اضافه کردیم با دستم هم نمیزنیم، با لیسک یا با کفگیر چوبی اضافه میکنیم. بعد شکلات بهش اضافه میکنیم. خمیرمون آماده شد. وقتی به چنین بافتی رسید حتما با داخل مشمع بذارید تو فریزر 4 ساعت بمونه. بعد میاری برای پختش. یادتون باشه اصلا نباید ورز بدید، با دستاتون ورز بدید اصلا. خب به این حالت میره برای استراحت. برای فیلینگش کرم پنیری آماده کردم. تهیهش حالا اگه دوست داشت داخل کوکی میذاره. دستورش اینه که پنیر خامیری داریم، 150 گرم شکر، 40 گرم آردم، 10 گرم مخلوط میکنیم، یه دستش میکنیم. من به این حالت داخل قیف پایپ کردم، این حالتی شد. حالا برای درست کردنش فیلم میگیرم، میبینید چجوری داخل کوکی میذارم. خب خمیرمون استراحت خورد. حالا میام حدود 30 گرم از این خمیر جدا میکنیم. خب 31 شد، اشکال نداره. 2 تا از این 35 تیکش رو کم میکنیم که 30 گرم بشه. برمیداریم توش فیلینگ میذاریم. خب خمیر رو باز میکنیم، میذاریم. این خمیر باید کامل این کرم پنیری ما رو بپوشونه. هیچ درزی نباید داشته باشه. خب این دومی هم انجام دادیم. هرچی این قطر کوکیمون بیشتر باشه میتونید کرم پنیری رو بیشتر استفاده کنید داخل کوکی.
میریم برای پختش. تو دمای 180 درجه حدوداً، چون 30 گرمه باید حدوداً 6 یا 7 دقیقه تایم بدی برای پختنش. خب اینم نتیجه کوکی ما.